شیخی به زن فاحشه گفتا مستی، هر روز به دام دیگری پابستی. گفتا شیخا، گفتا جناب شیخ، هر آنچه گویی هستم، آیا چنان که تو می نمایی هستی؟ والله که بسیاری از ما در چنین موقعیتی قرار نگیریم، نه تو آنی که می نمایی و نه من آنم که تو می دانی. بعضی از اشعار سخت است، پیامی بسیار سختی داره، ولی حقیقت است. اگر گناهکارید، اگر متقید، اگر زاهدید، اگر پیرید، اگر جوانید، از فضیلت ماه مبارک رمضان با این حرفا و بهانه‌ها خود محروم نسازید. در هر شرایطی که قرار دارید، در هر وضعیتی که هستید، اگر تازه از میخانه بیرون شدی و شب اول ماه مبارک رمضان است، تصمیم بگیر بلند شو برای سحری. شاید این کلیدی رستارت به موفقیت و تغییر در تو باشد. اگر تازه از دیسکوتیک برآمدی، نگو که من از اینجا برآمدم و دیگر راهی برای من نیست. نه، بازای هر آنچه هستی، بازای. گر کافر و گبر و بت پرستی، بازای. این درگه ما درگه نومیدی نیست، 100 بار اگر توبه شکستی، بازای. شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گردی در بام دوست پرواز کنند. هر جا دری بود به شب در بندن، الا در دوست که به شب باز کنند.